با سلام و درود فراوان بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام یاد الله مهربان. بینندگان گرامی، در نوار امروزه یک چند خبر خوب و خوش هست که میخواهیم که برای شما برسونیم. از این جهت نوار رو تا آخر تماشا بکنید و نوار رو حتما برای دوستان و رفیقان خودتان پهن بکنید. نوار کوتاه است انشاءالله. برادران عزیز، یک چند خبرهایی که بعد از 16 همین اپریل برای ما رسیدگی هست و سخنان بعضی از دکترهای خارجی که معتبر هستند، اینها را میخوایم که برای شما بیان بکنیم درباره همین کرونا ویروس. خب بینندگان گرامی، ما سخن امروزه را شروع میکنیم انشاءالله از سخن یک از عالم های اسلامی شروع میکنیم. بعدا میریم به طرف خبرهای خوشی که از حساب مدیسین امروزه بیان شدگی هست. یکی از دانشمندان اسلامی که به نام ابن حجر اسقلانی بسیار خدمت‌های کلان در اسلام کردگی هستند، ممکن شما هم فهمیدگیش باشد، در یکی از سخنان خودشان فرمودگی هستند که بسیاری همین وباهایی که در طول تاریخ بر سر کشورهای مسلمانی آمدگی هست، همون وباهایی که در فصل بهار آمدگی هستند، با در آمدن فصل تابستان اکثریت اینها از بین رفتگی هستند. در طول تاریخ این کار شدگی هست. ما هم امیدوار هستیم انشاءالله که این وبایی که در فصلهای بهار که آمد با گفته همین عالم انشاءالله همین خیلی مطابقت بکنه و با در آمدن فصل تابستان کاملا ریشه‌کن بشود انشاءالله. و خبر خوش بعدی ما این است بینندگان گرامی که یکی از داروهایی که کشف شد و در انیورسیته چیکاگو ایرا آزمایشش کردن که 68% نتیجه خوب داد در بالای بیمارانی که همین را آزمایش کردن. 68% نتیجه خوب نشان داد. نام این دارو رمدسیویر هست. ممکن که شما هم انشاءالله به نزدیکی این دارو را بفهمید. انشاءالله بسیار نتیجه های خوب نشان دادگی است. امیدوار هستیم که در تمام جهان پخش بشود و نتیجه 100% هم معلوم بشود. و داروی بعدی که باز هم کشف شدگی و نتیجه 5000 فایز نسبت به دیگر داروها نتیجه خوب نشان داده است به نام داروی ایورمکتین که اینم در حال آزمایش بر سر بیماران هست. الکی میخوان که در سر بیماران آزمایشش بکنن انشاءالله که اینم یکی از داروهای خوب به نظر میرود. باید که انشاءالله ایران پخش بکنن. و خبر سوم خوشحال کننده ما این از بینندگان گرامی که مسئله مرگ و میر در برابر همین کرونا ویروس هست که چگونه که شما آگاه باشید اگر یک چند روزها پیش 3% تا 6% در بعض کشورها همین مرگ و میر انسان ها از سبب کرونا ویروس زیاد شدگی بود، از 3% تا 6%. اما از بعد از 16 که چگونه که مقصد ما خبردار شدیم مسئله مرگ و میر از 4% تا 1% پایان خمیدگی هست. انشاءالله امیدوار هستیم که همین خیل آهسته آهسته کاملا به 0% برسد و در آمدن فصل تابستان انشاءالله که کاملا از بین برود و مردم جهان انشاءالله آرام و آسوده خاطر باشند. و مسئله بعد را بینندگان گرامی خواستم برای شما برسانم که زیاد فکر بد نکنید انشاءالله، زیاد استرس نداشته باشید، به خاطر که بسیاری از بیماری ها از سبب استرس انسان با وجود میآیند، انسان را گرفتار میکنن، عصبی میکنن و انسان همین خیلی بیمار شده و بیماری های وزنین گرفتار می شود. انشاءالله که امیدوار هستم که الله مهربان هر کسی که تا امروز بیمار شده باشد شفای کامل عاجل نصیب بگرداند و کسانی که سلامت هستند انشاءالله رعایت بکنن مسئله نظافت و مسئله بهداشتی را، دستان تیز با صابون شستشو کردن و از آنتیسپتیک ها استفاده کردن و از چیزهای ویتامین دار استفاده کردن تا اینکه ایمونیتت با قوت بشود، در برابر هر بیماری مبارزه بکند. انشاءالله به نزدیکی نوارهای خوبی که ما درباره سلامتی و پیشگیری و دیگر ها میکنیم حتما انشاءالله آبونه بشید تا اینکه اون نوارها رو از دست ندید که انشاءالله بهترین نوارها هستن. باور دارم که انشاءالله با همه شما
پسند میآیند این نوارهایی که خداخواهد برای شما پیشکش میکنیم. و در اخیر بینندگان گرامی میخوام برای شما برسانم که این خبرهایی که ما بیان میکنیم انشاءالله بر اساس اون چیزی که ما مقصد به دست میاریم، ممکن که یک هفته بعد، ممکن که چند روز بعد با خبرها تغییر بیاوند، با وضعیت تغییر بیاوند. این همش در دست الله مهربان است. فقط ما احتیاط رعایت میکنیم، توکل به الله میکنیم انشاءالله. و بینندگان گرامی اگر یک چیز دیگه میخوام برای شما برسونم که این محصولاتی که میبینید اینها یگان رکلام نیستن برادران، اینها محصولات خودمان هستند. اگر برای کدام از شما لازم باشد میتونه که به همین رقم ها انشاءالله زنگ بزنید، در هر کجایی که باشه برای شما انشاءالله روان کرده می شود. مخصوصا بینندگان گرامی از همین روان سیاه دانه که این بهترین مقصد کچیسه که ما خودمون ایراد جفی داره، همون دانه را جفی در روانش میگیریم، مثل در شیشه پر کرده بهترین کچیسه هست که میتونه که دسترس بکنه و برای خودتون استفاده بکنه. از 100 میلی گرم تا 500 میلی گرم یا لیتر که بخوای انشاءالله دسترس کردن میتونیم خدا خواهد برای هم ایمونیته مستحکم کردن و دیگر بیماری ها. و همچنین بینندگان گرامی داروی ارحیق که اینم یکی از بهترین داروها که عسل و سیاه‌دانه و دیگر چیزها یک جای شدگی هست، استحصال دبی، اینم بهترین چیز هست برای ایمونیته و حافظه را مستحکم کردن و ژلودکا و دیگر بیماری ها انشاءالله که فایده خوب میکند. خوب بینندگان گرامی تا نوارهای بعدی الله مهربان نگهبان هر یک از ما و شما باشد.